درود بر شما بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. امروز 29 اپریل است و حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای روز. نزاعی که با سنگزنی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان روز گذشته آغاز یافت با تیرپررانی و افزایش مجروحان ادامه دارد. گاب میزند. خانواده در نویه وسیع از مشزوری کارمندان کمیسریت حربی به دادستانی نظامی شکایت کردند. و همچنین از تهیه زمینه برای طاعت و عبادت میگوییم که در ماه رمضان مشکلی نمازگزاران را آسان میکند. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که با سنگزنی در نزد پایگاه обтақсимкунӣ دهه خوجه علای اسفره و کوکتوش بودکن شروع شد، دو کشور را در حالت نزاع عمیق‌تر روبرو کرده است. طبق گزارش‌های رسیده دست کم 2 ساکن جماعت چورکو از تیر سلاح مجروح گردیدند. رسانه‌های قرغیزستان نیز از زخمی شدن یک شهروند این کشور خبر دادند. جنجال دیروزه بعد از آن آغاز شد که تاجیکستان خواست در نزدیکی مرکز تقسیم آب دوربین‌های نظارتی نصب کند. جزئیات آخر را از مولارجب یوسفی و امردین اولیموف میشنویم. دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که میان سرحدبانان تاجیک و قرغیز ترپررانی سر زده است. در اظهارات این نهاد گفته می شود که 29 اپریل ساعت 13:05 در موضع обтақсимкунӣ گلوونای واقع در بالای دریای اسفره و در حدود دهه خوجه علای جماعت چورکو شهر اسفره نظامیان جمهوری قرغیزستان به سوی سرحدبانان تاجیکستان آتش گشادند. در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان جانب قرغیزستان به آن متهم می شود که خودسرانه بندهای سازشنامه قبلا موافقه شده دو جانبه با تاجیکستان را ویران نموده نقشه ضبط نقطه обтақсимкунӣ گلوونای را دارد. مقامات قرغیزستان هنوز این اطلاع را شرح ندادند، ولی روز 28 اپریل در سر زدن مناقشه و سنگ اندازی جانب تاجیکستان را گناهکار کردند. همزمان هر دو طرف میگویند در مناقشه دو روز اخیر از هر دو طرف زخمی ها هستند. جانب تاجیکستان تعداد زخمی ها را 7 نفر گفته است. به گفته نیروهای مرزبانی 2 نفر آنها از تیر سلاح زخمدار شدند و وضع 1 نفرشان وزنین است. جانب قرغیزستان هم گفت 4 شهروند این کشور در مناقشه های اخیر زخمدار شدند که 1 نفر آنها از تیر سلاح مجروح شده است. در شبکه‌های اجتماعی از ارسال نیروهای علاوگی به مرز دیده می شود، ولی یک نماینده نهادهای قدرتی تاجیکستان این خبر را رد کرده گفت در اسفاره نیروهای کافی هستند و در صورت سر زدن ناآرامی به مرز فرستاده می شوند. بنا به خبرها حالا مقامات دو کشور تلاش دارند وضعیت را به اعتدال آورند. مولارجب یوسفی، امردین اولیموف، آزادی دوشنبه. شما گزارش مولارجب یوسفی را تماشا کردید و همکار دیگری ما فرزان محمدی همین لحظه ها در بیمارستان مرکزی شهر اسفاره قرار دارد که زخمیان را از منطقه مرزی به همین جا آوردند. اما طور دیده می شود نواربرداری برای همکار ما آسان نبود. سلام علیکم اکا. بخشش ما ژورنالیست هستیم. چی گپ است؟ هیچ گپ نیست. چون گندوزی وقتی میگه پامی. درست. شما نام نسبتون رو بیده با؟ ما الماسف سروجیدیم. خب اینجا برای چی آمدید به بیمارخانه؟ سرچه اکوما اون قرغیز تیز زده است. تریتوری خود تاجیک با درونی حوالش به پرکتیس. که این حادثه شده است؟ سهلی. حاضر وضعیتشان چه خیلی است؟ وضعیتش خیلی معتدل. گاب میزند؟ گاب میزند. کی باید از اینجا مرخص جواب شود؟ نمیدونم. نام نسبشان چه همون بیماره؟ هماکو اوقل جان. بینندگان عزیز، رادیو آزادی تحولات در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را پیگیری دارد و شما را در جریان خواهد گذاشت. من برنامه را ادامه میدهم. رسو 1 سال پیش در همین روزها مقامات تاجیکستان وجود ویروس کووید 19 در حدود کشور را اعتراف کردند. خبرنگاران رادیو آزادی در عرفه سالگرد سنه مذکور یک سلسله گزارش‌ها را آماده نمودند و پاره از آن را حالا همراه با شما تماشا میکنیم.
در ناحیه جبار رسولوف بود. اولی مراتبه ما همو واها اونجا بیمار ما میگفتیم اون علامت‌های همین بیماری بود که ما اینهای گرفته کرانتین به بیمارخانه سرایتی شهر خوجان بستری کنانیم. وقتی که ما انالیزاشون گرفته تحلیل‌ها رو به دوشنبه سپردیم. اون وقتا ما تحلیلات نداشتیم پایدمی کووید بعد تصدیق شده اومد. خاطررسان میکنم که مطالب همکاران ما به همین زودی ها در وبسایت و آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. در واشنگتن اکثر مسجدها در ماه رمضان باز است، اما بنابر محدودیت ها کفالت نیست که به همه نمازگزاران در مسجد جای برای عبادت می رسد. ولی برنامه یا ضمیمه های نو در تلفن می تواند این مشکل را برای نمازگزاران آسان کند. چطور در این گزارشی همکاران ما ببینید. اکثر مسلمانان می‌خواهند به مسجد برگردند و در این ماه مقدس برای مسلمانان در نماز با جماعت اشتراک کنند. اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به پاندemia و از معیار مقرر کرده مقامات بیشتر قبول نکردن نمازگزاران، مسئولین مسجدها وادار شدند ایجاد کاری کنند. ما دو نماز داریم، یکی در حال پس از نماز خفتن، دیگری تقریبا ساعت 11 شب. در این شرایط محدودیت‌ها مسجدها از فناوری‌های نو استفاده می‌کنند و ثبت نام آنلاینی و موبیلی را به راه مانده‌اند. خدا را شکر که مسجد ما کلان است و برای 1000 نفر جای دارد. حالا اینجا در هر نماز 200 نفر شرکت می‌کند. این اولین ثبت نام است. در مسجد الرحمه ضمیمه با نام سمارت جماعت استفاده می‌شود که به معنای جماعت هوشمند است. توسط این برنامه خواهشمندان می توانند از طریق تلفن خود شمار نمازگزاران را در مسجد معین کنند و یا برای عبادت جای خالی جستجو نمایند. ما می‌خواستیم ضمیمه در سطح حرفه‌ای تهیه و به مردم پیشنهاد کنیم. این ضمیمه به مردم رایگان خدمت می‌کنند. مردم هم مجبور نمی‌شود برای آمدن به مسجد بیهوده وقت و پول صرف کند. ضمیمه یا برنامه دیگری که آن در تمام مسجدهای آمریکا استفاده می‌شود، این مسجد اپ است. این ضمیمه هم مثل برنامه جماعت هوشمند میباشد. ضمیمه های مذکور در دوره پاندمی کرونا ویروس برای بخطری در مسجدها ساخته و فعال شدند. همه میتواند برنامه را در تلفن خود پیوست کند و توسط آن برای خود مسجد جستجو و پیدا کند. با فناوری های مثل این ضمیمه ها، مسجدها در ایالات متحده آمریکا می توانند از تجمع مردم زیاد هنگام نمازگزاری و خطر سرایت یابی و کووید 19 جلوگیری کنند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. یک خانواده در نویه ووسه از کارمندان کمیسریات و جماعت خدای رجبов به دوستان حربی شکایت بردند. آنها ادعا دارند که 3 روز پیش به هنگام جلب مجبوری فرزند این اویلا برتش زیر مشت و لگد قرار گرفتند. ولی در کمیسریات حربی این ادعا را در صحبت با محمود جان رحمتزاده رد کردند. ماهینگل حلیموی 62 ساله را 3 روز پیش در بیمارستان دل شهر کلوب بستری کردند. او برای در چنین حال افتادنش کارمندان کمیسریات حربی ناحیه ووسه را عیبدار میکند. میگوید هنگام جلب مجبوری پسرش به ارتش او را نیز زده اند. شاشی ساری گفتم ممی چی توقع سر بریم بوردم دبیرم کم در کم که یک دنی آدم در می حوالی درآمد 3 ماشین آدم گفت بچه‌ت کجا ده؟ گفتم گوش که بچه من میخونه اوستین تای پا برای دروازه بیرون بعد گم میزنیم نه درو خونه ده که گلک اینوری دارم دخترم خبیمون را اونجا میترسن تا پیش من در زدم دست من کشید اینا دستم اینا آسوب سیاه اینا دست میونده به عبی پرشته زد که بلتر رسیبین دفرم داده که کمیسریات حربی رایون ووسه به خانه ما هجوم کرده در اومدن در حالتی ما خواب بودن با مادر ما زدن خلطوندن و در آوازی مادرم ما دویده با بیرون بر آمده
که دیگه ما را تیله داده درون خانه در اومدن کفتن بچه که بروردن تا زدن هم خیلی هجوم کردن فریاد کردم همسایه ها را همسایه اومد دیدن که فتح خون خلاو کردن اینجا زدن اونجا زدن هممون معیب کردن ارماتور یافتن چوب یافتن چیزی یافتن ما را زدن. در کمیسریت حربی ناحیه وسه گفتند که پسری مهینگل حلیمова چند دفعه دعوت رسمی رو برای حضور شدن به کمیسریت نادیده گرفت و بنابراین به خانه اش رفته بودند. آنها جنجال و کشمکش و لطوکوبی صاحب خانه رو رد کردند. اما شاهدان حادثه چیزی دیگر میگویند. خیلی خاپیدندش کو میگه که جنگ اینا خیلی خاپیدندش پری خونو نزدک دست انوی تا دست کو فل خچاپ کردگی دم خیلی خروشیدگه تا می چی تیچ کردم مونده باشتا نمی موهاش انداز موهاش هم تری چینده موهاش چینده بعد دیلو ما میومیم همینجا جاغوق در حوالی بودیم جاغوق شنیدیم دویدیم مومیم بسر سیتکا و دیوال پرده مومیم که همین کمپیری خونه دارن همین میگیرن فرمیتن 5-6 بچه میگیم خدا یکی باشن میگیرن فرمیتن ما نفهمیدیم ابلا ما خیلی کمی جنگ داره او بچه را نگاه میگیم با پشت خواه شتق قطی زده سنن ایمش قطی زده سن میگیم. در بیمارستان دل در شهر کلوب تصدیق کردند که این ساکنی ناحیه وسه صبح 26 اپریل در حالت بیماری به نزد آنها آورده شده است. با چنین شکایت ها با نقل شخصی به مرکز ما آوردند. خب نفس تنگی، دم کوتاهی، درد سرجرزنی، بی‌طاقتی. حالا مهینگل حلیمова برای تحقیق حادثه به دادستان حربی در منطقه مراجعت کرده است و میگوید پسرش غالبجان قربانوف دانشجوی سال سوم دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست شهر خوجند بوده برای چند روز به خبرگیری به ناحیه وسه آمده بود. این زن میگوید عین زمان درباره در کجا بودن پسرش اطلاع ندارد چون او صبح 26 اپریل از دست کارمندان کمیسریت رها شده در کجای پنهان شده است. بار اول نیست که ساکنان ناحیه وسه از رفتار به قول آنها نادرست کارمندان کمیسریت حربی و مقامات انتظامی در خانه هایشان شکایت میکنند. یک سال پیش گلدسته ذوالفقار و ساکن دیگر ناحیه وسه شکایت کرده بود که مأموران انتظامی غیرقانونی پسرش را به ارتش برده اند و خود او نیز در نتیجه جنجال و کشمکش آسیب دید. اما مقامات هر دفعه چون این حادثه ها را رد میکنند. در تاجیکستان هر سال بهار و تیر ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات از بیشتر شدن صف اختیاران خدمت در ارتش میگویند، اما ساکنان از افزون شدن موردهای سربازشکار. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. خب بینندگان عزیز، اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داد که در 5 سال اخیر دانشمندان کشاورزی تاجیک 87 نوع درخت‌ها و زراعت حاصلخیز را به دست آوردند. خود عالمان عرصه کشاورزی میگویند که چنین پیوندسازی‌ها بیشتر هدف پیشگیری از اثرات نامطلوب تغییرات جهانی اقلیم را در پی داشته است. برای صوفی موضوع را ادامه می‌دهد. گیاهشناسان یا بوتانیک‌های تاجیکستان اخیراً چند نمود نوی سیب را به وجود آوردند که به شرایط بلندکوه مطابق بوده میتواند در زمین‌های للمی کوهستان حاصل زیاد دهد. این یکی از ده‌ها اختراع سلکسیونی یا بهترسازی نوع زراعت است که در باغ‌های پژوهشگاه باغپروری و زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان انجام داده می‌شود. عالمان تاجیک در 5 سال اخیر 87 نوع رستنی‌ها را پرورش کردند که به خاک و آب و هوای تاجیکستان مطابق بوده حاصل بیشتر و بهتر می‌دهند. تقریبا نیم این دستاوردها به کارمندان آزمایشگاه اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان تعلق دارد. هدف از ایجاد نوع‌های نوی درخت و بوته‌ها همچنین دست یافتن به ذات‌های بهتری رستنی‌ها نامیده می‌شود. وقتی که نوع آفریده می‌شود، نقطه‌های اساسی باید به نظر گرفته شود. و شرایط اقلیمی جمهوریمان باید مطابق باشد. همینم باز با همون موضوعهایی که در آنجا با پرورش این یا آن درخت میوه دهنده باشد، زراعت سبزیجاتی باشد و کارتوشکا موافق باشد. زیرا که ببینید حاضر ما در سطح 920 متر از سطح بر اگر جایگیر باشیم، تصور کنید که در بلندی 2500 متر آیا همین نوع پرورش کرده می شود یا نه؟ گرمی‌های غیرمنتظره زمستانی، سردی‌های بهار و سیربارشی در تابستان سال‌های اخیر حاصل اکثر درختان میوه‌دهنده را نابود می‌کند.
пажӯҳишгоҳи боғпарварӣ ва зироаткорӣ дар ноҳияи Файзобод ду пойгоҳи озмоишии парвариши дарахту зироатҳоро дорад ки яке дар баландии 1500 метр ва дуввумин дар баландии 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ҳамчун навъҳои оли мо дар озмоиш қарор дода истодаем ба монанди нави айдарет, камспур, фуҷи инки чунон ки дар минтақаи поёнӣ ҳаминҷа таҳти омӯзиш қарор доранд. нави аз беруни кишвар оварда шударо онҳо дар такпайвандҳои қадпаст ба монанди такпайванди М106 пайванд гузаронда шудааст. ҳоло дар ин пойгоҳ 90 навъи чаҳормағз, 25 навъи себ ва чандин навъҳои ноку гелос ва дигар дарахтони мевадиҳанда парвариш ва озмоиш мешавад. файзободӣ, хӯрамӣ, чаҳормағзи қоғатӣ мегӯем дар инҷа ки пучоқ надорад ва мағзаш бисёр пушташтунак дар инҷа хел ҳамино дар ми стансия ихтироъ шудаанд аз тарафи олимон. мана масалан дар стансия парвариш меёбад навъҳои чаҳормағзе ки як моҳ дертар аз чаҳормағзҳои такҷоӣ бедор мешаванд. ин чӣ афзалият дорад? масалан агар ин чаҳормағзҳо қариб ҳамасола агар аз таъсири хунукии баҳоронӣ ки барфи ҷола меборад дар манотиқи мо зарар бинанд, ино аз ҳамаи офатҳо эмин мемонанд. баъди ҳама гузаштани ҳамаи ҳамин офатҳои табиӣ баъд барг мекунанд. мана дар мисоле ки дар пеши мо ҳам чаҳормағз ҳастай. дигар чаҳормағзҳо ҳама барг мева кардаган, ҳозир ин дар ҳолати оромӣ ҳастай. олимон мегӯянд бозёфтаи онҳо набояд ҳамчун дасткорӣ дар таркиби ирсии растаниҳо ё ҷмо дониста шавад, зеро онҳо ҳамаи тозакориҳоро бо роҳи пайванди навъҳо амалӣ мекунанд то ба зотҳои беҳтарӣ даст ёбанд. вақти барнома ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. фардо ҳамаи шумо азёнро бо хабарҳои нав дар ҳамин ҷо мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якшум.